سال 1976 در سراسر اتفاق سوویتی صدسالگی صدرالدین عینی با شکوه تجلیل شد. در دایره این چون رمز احترام به خدمت‌های نویسنده تاجیک کوچه و یک قطار خیابان‌ها، مؤسسه و انشاءات به نام استاد عینی گذاشته شد. از جمله یک تپلخود نو فلات اقیانوس آرام نیز صدرالدین عینی نام گذاشتند. تپلخود صدرالدین عینی سالهای طولانی در بحر ژاپن شنا کرده است. آن هنوز هم در روی موجهای اقیانوس است، ولی با نام دیگر. پس از پاش خوردن اتفاق سوویتی در روسیه نیز ملی کنونی نام انشاءات و مؤسسه ها آغاز شد و تپلخود صدرالدین عینی نام مریه را گرفت. ولی در یک پهلوی آن هنوز هم نوشتجات صدرالدین عینی نمودار است.